یه چیز جالبی در مورد آیت الکرسی هست. آیت الکرسی آیه 255 سوره بقره است. ما درش نظم عجیبی است. این آیت الکرسی به 9 قسمت تقسیم میشه. قسمت اول میگه الله لا اله الا هو الحی القیوم. بعداً ترجمه میکنه. قسمت دوم لا تأخذه سنة ولا نوم. سوم له ما في السماوات و ما في الارض. چهارم من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. پنجم يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم. ششم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. هفتم وسع كرسيه السماوات والارض. هشتم ولا يعوده حفظهما. و آخریش نهم و هو العلی العظیم. پس به 9 قسمت تقسیم میشه. 9 تا جمله داره. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. جمله اولش میگه الله کیه؟ الله چه کسی است؟ الله همون کسیه که لا اله الا هو. همون کسی که هیچ الهی، هیچ معبودی، خدایی نیست جز خودش، جز او. ما ببینیم که در جای دیگه قرآن هم وقتی خداوند خودش رو معرفی میکنه این گونه معرفی میکنه. مثلا اونجایی که خداوند با موسی ملاقات میکنه به موسی میگه که اننی انا الله، من خودم اللهم. قبل از اینکه اصلا موسی بگه الله کیه؟ که لا اله الا انا، همون کسی که هیچ الهی، هیچ معبودی نیست جز خودم. یعنی اگه دنبال معبودای دیگه هستی، خداهای دیگه هستی، وقت تلف کردی. فعبدنی، بنده من باش. بعد در این جمله اولش 2 تا صفت آورده. الحی القیوم. حی یعنی زنده. الحی زنده مطلق، زنده ای که اگه هر چیز دیگه ای هم زنده است از اوست که زندگی بخشه. بعد القیوم. قیوم یعنی برپا کننده، کسی که این جهان رو برپا نگه داشته و خودش هم برپاست. حتی در جای دیگه در قرآن مثلا در سوره فاطر آیه 41 میگه ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا. این اللهی که این جهان رو، نظم این جهان رو نگه داشته که منحرف نشه. و انزالتا، اگر این جهان منحرف بشه، نظم به هم بخورده، احدی بعد از اون نمیتونه نگه داره. خب چیز مهم اینه که جالب اینجاست که اینجا 2 تا صفت آورده. الحی القیوم، کسی که زنده است و برپا نگه داشته. هم خودش برپاست، هم این جهان رو برپا نگه داشته. اما این جهان ما امروز 4% رو میشناسیم. 96% این سماوات و الارض برای ما پوشیده است. بهش میگن دارک متر. اصلا ما نمیدونیم. یعنی خیلی بزرگه. دائما هم داره وسعت پیدا میکنه. پس حالا تصور کنیم اون کسی که این جهان به این بزرگی رو نگه داشته. در آخرین جمله میگه و هو العلی العظیم. او علی یعنی بلند مرتبه است و عظیمه. 2 تا صفت در قسمت اول، در جمله اول آورد، 2 تا صفت در آخرش آورد. یعنی این جمله اول به جمله آخر میخوره. بعدش هم ما تصور کنیم یه نفری که نگهبان یه جایی رو نگهبانی میده، برپا نگه داشته. خطری که میتونه او رو تهدید کنه چیه؟ وقتی ما یه نگهبان یک ساختمون 7 ساعت 8 ساعت یه شب تا صبح میخواد نگهبانی بده، ممکنه خوابش بگیره، خسته بشه. لا تأخذه سنة. او رو سنتون یعنی خواب نیست، چرته. یه وقت هست آدم قبل اینکه خوابش بگیره یه حالت قبل خواب خیلی خسته، چشاش داره میره. لا تأخذه، اون حالت به خدا راه نداره. او رو خستگی، چرت نمیگیرتش. ولا نوم یعنی خواب. نه چرتش میگیره نه خوابش میبره. خب حالا از پایین قسمت دومش. ولا یعوده حفظهما. حفظ این جهان رو خسته نمیکنه. چی میشه که آدم خوابش میگیره؟ خسته میشه. وقتی خسته میشه چرتش میگیره، بعد خوابش میگیره. پس او رو خسته نمیکنه نگهبانی این جهان، حفظ این جهان، و او چرتش نمیگیره و خوابش هم نمیگیره. پس جمله دوم با جمله دوم از پایین یعنی 8م میخوره. جمله سوم میگه که له ما فی السماوات و ما فی الارض. هر چی در آسمان هاست و هر چی در زمین برای اوست. ما در قرآن مالک داریم، ملک داریم. مالک یعنی کسی که صاحب یه چیزیه. ملک یعنی پادشاه.
اینجا میگه له ما فی السماوات و الارض، هر چی که در آسمان ها و زمینه برای اوست، یعنی مالکیت، یعنی اون مالکه. این جمله سوم بود از بالا. جمله سوم از پایین میگه وسع کرسیه السماوات و الارض، تخت پادشاهی او وسیع است. پس اینجا داره ملکو میگه، اینجا ملکو معرفی میکنه، اینجا مالکو. او هم مالکه هم ملکه. حالا میایم جمله قسمت چهارم از بالا. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، کیه که میخواد شفاعت کنه در نزد او مگر به اذن او، به اجازه او. خب در سوره زخرف آیه 86 اونم یه اشاره به شفاعت کرده، میگه ولا یملک الذین یدعون من دونه، اون کسانی که شما به غیر از خدا میخوانید هیچ مالکیت شفاعتی ندارن، الا من شهد بالحق، مگر اون کسی که شاهد حقه، و هم یعلمون علم دارن. حالا قسمت چهارم از پایین، ولا یحیطون بشیء من علمه، هیچ احاطه‌ای به علم اون ندارن، الا بما شاء، مگر اون چیزی که او بخواد، مشیتش بشه. پس این دوتا هم به هم میخورن. اینجا میگه با الا به اذنه، مگر به اجازه او. اینجا میگه الا بما شاء، مگر مشیتش بشه. فقط یه جمله مونده، یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، او میداند ما بین ایدیهم، ما بین ایدیهم یعنی اون چیزی که جلوست، معنی اصلیش یعنی اون چیزی که جلو اومده، و ما خلفهم، خلفم یعنی پشت. در جاهای دیگه قرآن هم این اومده، معمولا به میگه که مثلا آینده رو میدونه، گذشته رو میدونه خداوند، اما معنی اصلیش اینه که او میدونه چی در جلوست و چی در پشته. فقط همین مونده. انگار که این خداوند اینو وسط گذاشته، میخواد بگه من میدونم چی گفتم و چی خواهم گفت، چی پشت اومده و چی در جلو میاد. سبحان الله. کی اینجوری حرف میزنه؟ بالا و پایین به هم میخوره. خب حالا یه شگفتی جالب هم راجع به سوره یوسف. سوره یوسف به 12 قسمت تقسیم میشه. خود سوره چندمه؟ سوره 12. به 12 قسمت تقسیم میشه و سوره 12. قسمت اول سوره یوسف اینه، یوسف خواب میبینه. قسمت دومش برادران برای یوسف نقشه میکشن. دیگه میدونیم دیگه، برای اون نقشه میکشن، اون رو در چاه میندازن. بعد یوسف از چاه میاد بیرون، میره خونه عزیز مصر. قسمت سوم زن عزیز به یوسف میگه بیا هیت لک، درها رو میبنده، میگه هیت لک، که بعد یوسف میگه معاذ الله انه ربی، یوسف جلو خودشو میگیره. قسمت چهارم زن عزیز زنهای دیگر رو دعوت میکنه. که اونم داستانشو میدونیم، زنها رو دعوت میکنه، چاقو میده دستشون رو میبرن. قسمت بعدی، قسمت پنجم، یوسف زندانی میشه. تو زندان میمونه. پادشاه مصر خوابی میبینه. خب بعد یوسف خواب پادشاه رو تعبیر میکنه.
بعد چی میشه؟ بعد یوسف آزاد میشه از زندان. بعد زنها اعتراف میکنن، میگن ما علمنا علیه من سوء. بعد زن عزیز مصر، زن عزیز هم اعتراف میکنه. دو تا قسمت دیگه مونده. قسمت بعدی برادران درس میگیرن که میگن یا ابنا استغفر لنا انا كنا خاطئین. میفهمن به اشتباهشون پی میبرن. برادران درس میگیرند. و قسمت آخرم خواب یوسف تعبیر میشه. میگه هذا رؤیای من قبل، هذا تعبیر رؤیای من قبل. خب 12 قسمت. حالا جالب اینجاست، ما میدونیم که داستان یوسف در کتاب مقدس هم اومده، اما در قرآن با نظم اومده. قسمت اول یوسف خواب میبینه، قسمت آخر خواب یوسف تعبیر میشه. برادران برای اون نقشه میکشن. قسمت دوم از آخر برادران درس میگیرن. زن عزیز در حال قفل میکنه، به یوسف میگه حیت لکه بیا. از پایین دوباره سوم زن عزیز هم اعتراف میکنه. قسمت چهارم زنهای دیگر رو دعوت میکنه زن عزیز. حالا از پایین چهارم زنها اعتراف میکنن ما علمنا علیه من سوء. قسمت پنجم از بالا یوسف زندانی میشه. قسمت پنجم از پایین یوسف آزاد میشه. قسمت ششم پادشاه مصر خوابی میبینه که 7 گاو لاغر و چاق. یوسف خواب پادشاه رو تعبیر میکنه. از بالا و پایین نظم داره، به هم میخورن. این نظمی است که در قرآن هست. ما میدونیم که قرآن شفاهی بوده، ننوشتن بعد بالا و پایین رو با هم چک کنن.